دشمن اصلیتون باباتونه، چون بابات خیر تو صلاح تو میخواد، گیر بهت میگه نرو، این رفیق به درد نمیخوره. دشمن اصلیت باباته. فکر میکنی اون عشقته، اون رفیقته، اون میدونه کجاها داره میری. الان دور از جون بعضی از جوونا تا ساعت 4 و 5 بعد از ظهر میخوابن، 4 و 5 بعد از ظهر هم با یه مشته میرن بیرون و دنبال سیگاری و سیگار و حشیش و بنگ و تا صبح تو خیابونان دل پدراشونو میلرزونن، اذیتشون میکنن. یه روزی اینو بهت بگم، هر کاری که میخوای بکنی یه روز خودت پدر میشی، باید تاوون بدی، باید تاوان همه اون کاراتو بدی. پدرت، ناراحتی مادرت، که چی صبح میخوابی تا ساعت 5 و 6 بعد از ظهر، 5 و 6 میزنی بیرون تا صبح، بعد هم میخوای راه 100 ساله رو یه روز بری. نکنید این کارو به قرآن. این سیگاری و گل و بنگ و حشیش رو ولش کنید. به امام حسین به خدا قسم، رفیق فقط پدره، اونی که صلاح تو میخواد، اون که میدونه میبینه اون راهی که تو دره میری اشتباس، گیر بهت میده، بحث باد میکنه، جلوت وامیسته، تو دشمن فرضش میکنی. الان فهمیدم که اونی که پشت و پناهم بود، اونی که به فکرم بود، اونی که دوستم داشت، عاشقم بود، فقط پدرم. تو را خدا پدراتون اذیت نکنید جوونا، به خدا رسمش نیست، به خدا رسمش نیست. خیلی زشته یه پسر پدرش هنوز رو پا باشه ارثشو بخواد. خیلی زشته به پدرش بگه میخواستی منو نزایی، ارث منو بده برم، اون روزی که خوشت بود میخواستی فکر الانت باشی. به خدا خیلی زشته، خیلی زشته. به کجاها داره میریم نمیدونم. بعضی جوونا رو میگم بعضی جوونا، من نشده با بابام دعوا کنم، داد بزنم، اصلا خجالت میکشم. الان هم که میبینی اشک تو ششام جمع شده کنارم نشسته، به خاطر همه زحمتاش، به خاطر اون فداکاریاش، بابت اون روزایی که قصه منو میخورد، حواسش به من بود، گیر به هم میداد، بازم ممنون میشم. بابا شرمنده بابت اون فکرهای بدی که میکردم، که فکر میکردم تو دشمن منی. من شرمندم حاجی، من حلال کن به قرآن. دعای پدر پیش خدا حرمت داره، اصلا برگشتی تو کارش نیست. حاجی ته دل من و بچه هامو دعا کن، ما احتیاج داریم به دعایت، هم به خودتو، هم به سایه‌ای که بالا سرمونه، هم به دعا. شرمنده بابا جون، دنیا خیلی پسته بالا داره، درست میشه، مثلش درست میشه، ناراحت نباش. دست رو سر من میکشی من برم. اونم بیا قربونت برم.